خیلی قشنگه. من که میدونم قطعا چند بار با من گوشش میکنی. بابا داشت روزنامه میخوند. بچه اومد گفت بابا بیا بازی کنیم. پدر که حوصله بازی نداشت اومد یک تیکه از روزنامهش که نقشه جهان بود رو پاره پوره کرد به بچه داد. بهش گفت فرض کن این پازله، درستش کن. چند دقیقه بعد بچه پازل رو کامل میکنه، نزد پدر میبره. بهش میگه بابا پازل کامل شد. پدر با تعجب ازش پرسید مگر تو نقشه دنیا رو بلد بودی؟ چطور پازل رو کامل کردی؟ بچه گفت من فقط چهره‌های پشتش رو درست کردم، دنیا خودش درست شد. آره عزیزم، آدم‌ها که درست باشن دنیا خودش درست میشه.